خب این کلیپ برای اون عزیزانیه که تازه شغل تعمیرات موبایل رو شروع کردن. برای اینکه یه آیسی رو خیلی تمیز بزنید، اولین کاری که باید کنید اینه که کف بورد رو به طور کامل یکسان و تمیز کنید. این کار باعث میشه که آیسی خیلی راحت بخوره و کارتون مرجوعی نداشته باشه. حالا با یه مسواک تینری کافیه کف بورد رو تمیز کنید. میتونید از دستمال عینک یا دستمال‌های دیگه به جای مسواک هم استفاده کنید. بعد از تمیزکاری یه مقدار خیلی کمی بردتون رو حرارت بدید. حالا یه مقدار خیلی کمی فلکس استفاده میکنید. فلکس شفاف خیلی بهتره. چرا؟ چون که باعث میشه حین کار مقدار خیلی زیادی فلکس بخار بشه و زیر آیسی فلکس خیلی کمی بمونه. این باعث میشه مرجوعی کارتون کمتر بشه. حالا باید فلکسی که یه مقدار گرم هست رو با یه ابزاری روی سطح پخشش کنید. ابزار خود من انگوش کوچیکمه. دلیل این کار اینه که اگر شما لرزش دست داشته باشید و نتونید آیسی رو زمانی که هیتر دارید میگیرید نگه دارید، آیسی مقداری کج میشه به خاطر تکون خوردن مایع فلکس. حالا آیسی از قبل شابلون شده رو بین خطوط با دست دقیق فیکسش کنید. دمای هیترتون رو بین 370-80 بذارید با باد 40-50. البته هیتر من TR 1300. هیتر رو کامل عمود بگیرید و اصلا هیترتون رو کج نکنید. اگه بردتون تاپ داره و لرزش دست بهتون اجازه میده، یه دونه خیلی آروم تو سر آیسیتون بزنید یا تکونش بدید و بعد از اتمام کارتون حتما به طور کامل آیسی رو تمیز کنید. این کار باعث میشه دوباره مرجوعیتون کم بشه. برای دیدن قلقای بیشتر هم حتما یه سر به پیجم بزنید.